مینو جون لطفا خودتون رو بیشتر معرفی میکنید؟ همونجور که خودت گفتی مینو هم عزیزم و بیش از 40 سال تو این حرفه دارم کار میکنم. 40 سال؟ بله. البته این سالن رو 2 سال پیش من مینوی عزیز ید خیلی طولایی داری، خسته نباشید. مینو جان چی شد که به حرفه آرایشگری رو آوردی؟ راستش از بچگی دوست داشتم این کارو، ولی فکر نمی‌کردم شغلم بشه، ولی شد و واقعا هم خوشحالم از این مسئله. و چقدر قابل ستایشه که از همون دوران در واقع 17-18 سالگی، شاید بعد از دبیرستان اگر اشتباه نکنم با توجه به دوستی که باهات دارم و کماکان سنتو میدونم، به این حرفه رو آوردی. یعنی از همون ابتدا استعداد خودت رو پیدا کردی، عشق خودت رو به این حرفه پیدا کردی. بله. البته میدونین هر کاری رو وقتی با عشق شروع کنی احساس میکنم استعدادم باش میاد. بسیار عالی. من این رو واقعا از همون سالهای قبل که اومدم پیش تو، هم خودم هم دختران کوچولوم که الان بزرگ شدن حس کردم. یعنی متوجه شدم که دستان شما فقط دستان یک آرایشگر هنرمند نیست، پر از عشق بود و این واقعا برای من قابل تحسین هستش. خب مینو جان گفتی 2 ساله اینجا رو در واقع این بیزینس رو باز کردی و من وقتی وارد این سالن شدم کلی انرژی، وایب مثبت گرفتم. هر گوشه از سالن حکایتی داشت. قسمت‌هایی رو دیدم که از پروداکت‌های خیلی عالی استفاده کردی. حالا بیشتر برای بینندگان توضیح بده که مینو در سالن استلار بیوتی سالن از چه چیزهایی استفاده میکنه؟ اول یه چیزی بهت بگم، همونجور که گفتی فقط تو اینو نمیگی، یعنی هر کسی پاشو اینجا میذاره میگه چه اتمسفر خوبی داره، چه وایب خوبی داره، یعنی انرژی خوبی میده. خدا رو شکر همه بچه‌ای که اینجا کار میکنن همه پر از انرژی و انرژی مثبت هستن. خیلی عالی. محصولاتی که من استفاده میکنم بیشتر برندهای موراکن اویل، اولوپلکس، شوارتزکوف اینا رو استفاده میکنم و سعی میکنم هر محصول جدیدی هم که به بازار میاد اول خودم یه امتحانی بکنم ببینم واقعا اون محصول تو خودت امتحان کنی، یعنی در رو موهای خودم یا مثلا یکی از بچه‌ها که داوطلب میشه امتحانش بکنیم قبل از اینکه روی مشتری کار. مینو جان در استلار بیوتی سالن آیا به جز هایلایت کردن، رنگ کردن و خدمات مو، خدمات دیگه هم ارائه میشه؟ بله ارائه میشه. بیس کار ما رنگ و کوتاهی و ایناست، ولی خدماتی مثل وکس، مثل بند و ابرو، مثل آرایش صورت، استایل مو، اینا هم خیلی به خصوص تو تابستون ما یه عالم از این کارا داریم. من یک سکشنی که دیدم سکشن مربوط به ناخن هست. بله ناخن. شما فکر میکنم که این رو جا انداختید. بله. چون چشم من رو گرفت. میدونید چرا؟ چون ما خانم ها دغدغمون اینه وقتی میخوایم به جای دعوت میشیم و میخوایم به خودمون سرویس خوب ارائه بدیم، همیشه دوست داریم سر وقت برسیم و اینکه شما یه پکیجی از همه این سرویس ها رو دارید. کار ماها رو راحت کردید. یعنی خانمی که اینجا وارد میشه کار مو، کار وکس، کار ناخن، یک مجموعه و پکیج کامل رو شما اینجا فراهم کردید. خوشبختانه این سالن ما خیلی بزرگه، به خاطر همین میتونستیم این خدمات رو توش بگنجونیم، چون مشتری‌ها واقعا دوست دارن. بعدم با هم دیگه کار میکنیم، یعنی مشتری ناخن میاد پیش من، مشتری من میره پیش ناخن، همه اینا کمک به بیزینس هم دیگه میکنه. و چقدر قشنگ حرفی که شما زدید این هستش که در استلار بیوتی سالن تیم ورک خیلی خوبی وجود داره. من یادم میاد اون موقع هم که میومدم پیش شما این تیم ورک رو حس میکردم و شما باند خیلی خوبی، ارتباط خیلی خوبی از نظر اینکه یک ادالت، یک خانومی که 40 سال در این کار تجربه داره با فرزندان من داشتید. چشم من رو این صندلی مخصوص بچه‌ها گرفت. چی شد که مینو به این فکر افتاد که این کار رو ابداع کنه؟ چون اکثرا در سالن‌های آرایش من این رو ندیدم. وقتی پیش هموطنان رفتم سالن‌های مخصوصی هست برای بچه‌ها، اما اینجا دیدم شما یه سکشنی رو مختص بچه‌ها قرار دادید. چی شد که این کار رو خواستید تجربه کنید؟ بچه‌ها خیلی دوست ندارن که مو کوتاه کنن، یعنی سخته براشون. دغدغه ما برای ما آرایشگرام کوتاه کردن بچه‌ها خیلی سخت‌تر از بزرگاست. برای همین دوست دارم یه جوری باشه که اینا حس خوبی بگیرن. الان پسر بچه‌هایی که میان اینجا موهاشون رو کوتاه کنن به خاطر این صندلی. به خاطر این صندلی من یادمه به خصوص با پسرم
یک چالنجی بود وقتی میخواستم ببرمش و به خاطر این صندلی من میبردمش در جایی که این صندلی ها وجود داشت و قصه براش میگفتن داره تون میره اینجا استاپ میکنه و این ماشین پر پرواز بهش میداد، مثل پیانی بود، مثل پلیلم بود. چه فکر عالی، واقعا خیلی فکر عالی. جون، سالن شما استلار بیوتی سالن چه وجه تمایز و چه تفاوتی با دیگر سالن‌های آرایش و زیبایی داره؟ راستش ما سعی میکنیم که رو کیفیت کار خیلی اهمیت بدیم، رو موی مشتری، سلامت موی مشتری خیلی من برام خیلی مهمه. یعنی برای پول کار نمی کنم. مشتری وقتی بیاد ببینم موهاش با این سرویس خراب میشه، اصلا بهش اون سرویس رو نمیدم، بهش میگم برو تا موهات سالم بشه بعدن. یعنی نمیگم که باشه بیا انجام بده هرچی شد. این کیفیت کار رو خیلی از مشتری ها حس میکنن و به من میگن خدا رو شکر که صادقانه به ما میگی و ما خوشحالیم از این بابت. برام خیلی مهمه که کیفیت درست باشه. من خودم این رضایت رو نه تنها در خودم که در فرزندانم از کودکی تا الان دیدم و رضایت مشتری خیلی خیلی قسمت عمده‌ای هستش که عزیزان بیان اینجا و تجربه بکنن. بیشتر چه کسانی میان؟ مشتریان شما بیشتر چه افرادی هستن مینو جان؟ مشتریای ما همه قشری هستن، منتها بیشتر کارمندن. یه سری مشتریای بازنشسته داریم، یه سری مشتری دانشجو داریم، همه قشری اصولا داریم، ولی بیشتر مشتریای خود من کارمند هستن و بیشترم به خاطر این دوست دارن که من کارشونو به بهترین نحو و سریع انجام میدم، چون وقت ندارن. الان یه دوره‌ایه که همه شتاب و عجله و برای همین میخوان که کارشون قشنگ و خوب انجام بشه، با کیفیت انجام بشه و سریع. وجه تمایز و تفاوت استلار بیوتی سالن با دیگر سالن‌های آرایشی در چیست؟ فکر می‌کنم اینه که وقتی یه نفر از در این سالن میاد تو، میتونه همه جور خدماتی رو بگیره، کار بند ابروشو بکنه، ناخونشو بکنه، موهاشو بکنه، حتی خانواده میان اینجا، شوهرش میاد مو کوتاه میکنه، بچه‌شو میاره و این خیلی براشون مهمه. و فکر میکنم در زیر یک سقف کار مو، پوست، ناخن، وکس، همه اینا، حتی شما گفتی میکاپ، آرایش هم انجام میشه. اگر بخوام سوال بکنم خدمات VIP که شما ارائه میدین به مشتری چی هستش؟ برای عروس ما خدمات VIP داریم که میتونیم بهش ارائه بدیم برای پاکسازی پوستش، کار ناخونش، کار همه کاراشو یه پکیج کامل بهش بدیم، ارائه بدیم و با قیمت خیلی خوب. از نظر بهداشتی اینجا چجوری هست مینو جون؟ امکانات و استانداردهای بهداشتی شما چگونه هست؟ من خیلی روی این مسئله حساسم و تمام آموزش‌ها به بچه‌ها داده میشه. ما اونجا پرینت میگیریم میزنیم که با کدوم محصول چجوری کار کنیم. همه چی باید تمیز باشه، وسایل یه بار مصرف باید دور ریخته بشه، وسایلی که باید شستشو بشه با چه موادی ضد عفونی شستشو بشه، همه رو رعایت میکنیم و خیلی خوشحالم از این. اگر مینوی عزیز به جز حرفه آرایشگری قرار بود حرفه دیگه رو انتخاب کنه، چه چیزی مد نظرش بود؟ راستش من از بچگی دوست داشتم پزشک بشم، ولی شرایطی پیش اومد که رفتم دوره آرایشگری دیدم و همون رو ادامه دادم و تو کارم حس کردم که من واقعا ساخته شدم برای این، چون که این هنر و خلاقیت و علم توأمن با هم و دست به دست هم میده و اینو میسازه این حرفت.